با سلام دوستان عزیز، همونطور که میبینید ما توی بیابون موندیم و سرسیلندمون مشکل پیدا کرده. سرسیلند با قبلی رو باز کردیم، جای دست موتور قبلا شکسته بوده، جوش دادن که باز جواب نداد و مجبور شدیم باز سرسیلند عوض کنیم. خب یه فکری تازه یاد آمد خدمتتون عرض کنم، اینی که باید این پیچای اهرمای بوکسیل بندی که تعبیه شده اینجا، اینا رو حتما باز کنید و انتقال بدید به سرسیلند جدید، چون کارهایشون خیلی بالاست. ممکنه بعضی ها اینو دستی بگیرن و بهش توجه نکنن، ولی حد مسلم اینه که خیلی واجب و کار انداز. بسا ما که تو هم بیابون مونده بودیم، چون که این سرسیلند دوشت این آپشنو و قبلا بسته بودن روش، کارمونو راحت تر کرد. خب باز میکنیم و همونطور که باز کردیم همونطورم میبندیم سر جاشو. لیتیم باز میکنیم. حتما دوستان اگر لوله آب پوسیده باشه رو عوض میکنیم. شرما رو نبندید. مرحله اولی سرسیلند دارید، همه چی رو باز میکنید، انتقال میدید رو سرسیلند نو. شرما بسته نشه که برای موقع تایم اگه به مشکل خوردید نخود باز کنید. ممنون، متشکرم از توجهتون. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.